نفهمیدینش. این بچه صدفوزه عینی هست برای اون که از ضعیف بچه هایی که میشه دوستان صدفوزه گفت زدن او برادرایی که زدگیشان اوشان نمیدونین از کجا هم؟ نه یا بچه کروچی برومدن بچه را های کرگی یا بچه دبرهال رفته خودش از روان کرگی نفرنی که همون چیاره و یا 2 نفر بودگی. برادرانی که در خانواده‌تون هست کودکایی که صنف 3 صنف 4 میخونن برادران تا صنف 8 10 میخونن در جاگاهشون تر میکنن از شرکت داروهای گیاهی به شما دارو توصیه میتونم که رزولت خوب داره تمام شهرهای روسیه دستافکای ما بیسپلات نه واتساپ دا مراجعه کنید. او برادرایی که زدگیشان اوشان نمیدونین از کجا هم؟ نه یا بچه کروچی برومدن بچه را های کرگی یا بچه دبرهال رفته خودش از روان کرگی نفرنی که همون چیاره و یا 2 نفر بودگی. 2 نفر و 3 نفر. اگه شما نمیدونم موزی ما در اومدیم کروچی تماشا کنیم افیری تو تماشا داشتیم دو اومدیم این پریتوال سا کوبا یکی یفتیم تو بانی 3 نفر دیگه اشتاگیان همه خیلی پریموی چی دارن که همونو دبر اومدن گفتم ما میشناسیم ما این خیلی گفته اگه ویدیو کنم. تو از دیگر برادرها هم از خش تبراش یکم تش نیستن که یکم تش جوروهاش باشن یکم تش همسایه‌هاش باشن. مقصد خیلی چکنه پاکزه معلومات دیفته می شود از این خیلی برادرها کود از دمش همه برادر چورش دیدستن ندیدستن. کروچی مادرش کورسی بوده اوجه همه چی کورسی بوده کی کشتگه چی کو کردگه همه اوجه باید چی بودیم حیف شده بیچاره. چند کس پرومیس هم میگه که توچکوی خدمت کشتگیشون یک کس که برای 15,000 نیست بخیریم که سرعت شرایی کردی گفت کتیم کار نکنه از من را داغ میکنن شلو گرد میزنن بسید میگه که برای 10 پول ده برای 15,000 نمیشه که فراد سکنی بشنانش تری اصول ده شروع قطیش مرد بچه واری گفت زنی نه مادری او را بسوزانی نه پدرش را بسوزانی اصلا یک کاری کنی که به درجه را نرواده اینا یوش میروان میشینن اوش بیچاره پدر مادرش یک عمر عذاب میکشه. لنگری پناه به خدا. بله در شهر ایکاترینبورگ شدگی بله. خب السلام علیکم مهاجران عزیز محترم. دیدین که بابای لنگری در پرامای افیر ویدیو کرده است. یک برادر تاجیک باور کنین یک جوان 4 پهلویی که یوش است حوزی هیچی را دیدگی نیست در دنیا بیچاره را قتل میکنن برای چی؟ برای 4 تنگه. سبحان الله الحمدلله توی درجه بیناموسی میشیده. خب تا اینجایی که ما فهمیدیم یک نفر علکه رفته تسلیم شده است و از تعلینی کسی که سوچست و همین کارو قدی انشالله همشون رو دستگیر میکنن و دعا در حق این برادری که عینی حال ما را پدرود گفت یعنی که با خانه اخیرت رفت. برادران خواهران عزیز و محترم از همه شما احترامانا خواهش میکنم همه این مال دنیا همه گپ و چپ ویدیو افیر غیبت همه را یک نیمانم یک هفت دعا برای این برادر قند ما بکنین که علاجش باشه و توانین 2 رکعت نماز خوانین بهر این برادر قند ما که الله مهربان چی گناه کرده باشه در این دنیا هیچ که بی گناه نیست گناهاش عفو کنه و فردا روز قیامت با سری بلند بخیزه. خب دوستان عزیز با خانواده ای با اهل بیت این نفر گفتنیم که خداوند بزرگ است انشاءالله شما را یک صبر یک تحمل میته که انشاءالله شما این درد پسی سر کرده میتونین چون که این دنیا در هممون مهمانیم. روز این برادر رفت روز دیگر تو میروی و روز دیگری و روز دیگری من هم میروم. برادران خواهران عزیز محترم داغو باشین در حقش بگذار الله مهربان گناهاش عفو کنه و تا روز قیامت دوستان عزیز گورش پرنور بگردانه همچنین ما و شمارم. خب دوستان عزیز ویدیو را به همینجا
فکر میکنم خاتمه ببخشیم. مقصد این ویدیو کردن ما در چی بود که افیرو به نهایت بسیار ویدیو به نهایت بسیار خوب رحمت خدا با بابای لنگری که افیر کرد بسیار مردم از این چی با خبر شد، یعنی فهمیده شد که اصلیش کیای چیای از کجایی. خب دوستان عزیز به همین خداحافظی میکنیم تا ویدیوی آینده. خداحافظ. سلامتیتون حفظ کنین چون که سلامتی این چیزی یک چیز نایابی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاجیکستان عزیزمان با پیش.